از ساعت 3 بعد از ظهر تا 8 شب کتک خوردم. بدا همه راضی؟ خیلی به سر راضی نه. گوشی موبایل من ایشون بعد همون 3 روز معروف از من گرفت. رو من فرار نکردم. خب میخواستم فرار کنم، پاسپورت نداشتم، گوشی نداشتم، پول نداشتم، کارت من حالا منو نگاه کن، اون تو برای چی نگاه کن؟ با مجدی من اینجا همه دارن منو نگاه کنن، زنم داره اینجا دیگر گوشی شده اول بازی منو نگاه کن. تو تایپ من اگه خوشم میاد واقعا اوکی بودم، میگفتم آقا حال کردم باشم دوست شدم، واقعا تایپم نبود. از دوست پسرای قبلی میتونید اینو بفهمید. تو عمرم سرچ نکرده بودم یک بار بخوام وصل کنم، چه میدونم آهنگشون رو گوش بکنم. خدا شاهده ایجا این کار نکردم. جهنم یخزده تو دلم، بی خودی درگیر من نشو، اومدم که برم. جهنم ضربش رو زد به من، چیزی نمونده ازم.